در موسیقی ششمقام بعضی پرده ها و بعضی صدا ها هستند که باید از یک اکتاو تا 2.5-3 اکتاو باید آواز داشت. برای همین در ششمقام رول اساسی رو آواز، صدا، یعنی که رول اساسی رو می‌بازد. داروی صدای قوی، داروی فهمیش و درک معنی بلند در کار که تا توانیم ما در موسیقی انمی کسبی خیش، یعنی که ششمقام وارد شویم. در ششمقام زیاده از 252 سلسله ترانه وجود دارد، هم غزل و هم روبایت و هم دو بیتی و همه اون شعرهایی که در موسیقی ششمقام وجود داشتند، همشون که قریب چون موسیقی خیلی بلند است، موسیقی عارفانه است، صوفیانه است، تصوف است، عرفان است، و از این رو شعرهایشان، شعرهایی که متنهایی که در این شاهسر موسیقی جدا داشتند، شعرهای خیلی بلند است، شعرهایی که واقعا هم خیلی یک معنی بزرگ رو دارند.